امو القابی که پروردگار بر ما داده که عبارت از اشرف المخلوقات، نماینده خدا در زمین، خلیفه خدا هستم و اینقدر عظمت خداوند توسط قرآن در ما میته و تو پیغمبر نازنین دارم، تو پیغمبری دارم که در یک سرزمین تاریک روشنی آفریده. ما چطور در روشنی قرآن چطور نتونم که خدا تثبیت کنم؟ در زمان حکومت مجاهدین دفترم پس روش کرد، 105 نفر تشکیل ما شد، دیپارتمنت هایم شد تا آمدن رد نظریه سلمان رشدی رد کردم. یک کنفرانس بین المللی گرفتم، رد کردم نظریه سلمان رشدی را. در زمان طالبان ما اولین کسی بودم که مقابله کردم با طالبان. یک بار بندیگری من کلی خبر داره، چند بار بندی شدم. بالاخره طالبان درک کردن که ما وابسته به سازمان ها و علاقات سیاسی در خارج و داخل نیستم. بالاخره سر صدا باز شروع شد، به خاطر که وقتی که در جامعه مطرح میشی حتما تخریب میشی. وقتی که تخریب شدی دو رکعت نماز شکرانه بخوان، تو حتما یک موجودیت هستی، تخریب میشی. شوربازار کس تخریب نمیکنه. وقتی که سر صدا کشیدم شروع کردن مطبوعات بزدم، مطبوعات صدیق جمع پول منفی افغان مساوی و فرار، صدیق آن است. ما 4 سال یک سنف 11 را خواندیم. ما از حاضری ما که غیر حاضری ما زیاد بودم. ما بچه لایق مکتب نبودم. ریاضی ما یک استعداد که استادا حیران میموندن که ریاضی ما یک لطف پروردگار بودم. و از لطف سر کلگی است. یک عالم را متوجه ساخت. لطف سر کلگی است. کی استفاده میکنه از این لطف پروردگار؟ اولین لطفش است که ما را انسان جور کرده. میدونست که ما را مگس جور کنه. مسابقه بین شیطان و ملائکه است. کار خوب میکنیم ملائکه افتخار میکنیم، ما فخر میکنیم که والا انسان برش سجده کردم. کار خراب میکنیم میگه ما فهمیده بودیم شیطان میگه که کسی بود ما برش سجده نکنیم. کاری نکنیم که ملائکه را تا نخور شیطان بسازیم. شاگرد ژورنالیسم هستم. یک آدم 4 سال میخونه فاکولته، 3 سال ماستری، 3 سال دکترا، 10 سال. ما تقریبا 40 سال است که این شما استاد هستین که ما را درس دادیم. اینا لازم کدام شما یک حرف یاد گرفتیم. با دهها کامره، با دهها روزنامه‌نگار، با صدا روزنامه‌نگار بگویم، با دهها صدا رادیو و کامرا همراه ما مصاحبه کردیم مدت تقریبا 40 سال. اینا از شما یگام نقطه یاد گرفتیم مثلا در خارج و داخل. چی میکنیم؟ حالت از او را ببینین که حالت از او چه قسمت. این برای مردم جالبتر است. نظر به یک ساختگی آدم باشه. من میخوام ژورنالیست ها مرا دوست داره. هر کسی که پیش کامera قرار میگیره باز یک قسم ساختگی، قسمی ساختگی چوب قرط میکنن، کتیده کد کودبند میپوشن، رگای شخ پیش ستاره سینما اگه برین، پیش رئیس جمهور برین، پیش هر کی که برین، این قسم چی داره؟ کاراکترشون است. بله 138 34 جمع 174 جمع 138 346 خلاص. خب بخیر این قاعده سر کفار خود خواهی صفحه این صفحه 3 بسم الله الرحمن الرحیم. سوال روز قبل شما که تاریخ هم از دیدگاه ریاضی ما چطور میتونیم مطالعه کنیم؟ ما گفتم تاریخ بسیار کشورها رو مطالعه کردیم. تاریخ شوروی رو که مطالعه کردم به نتیجه این رسیدم که شوروی ختم میشه، تجزیه میشه، بالاخره همون شد.
تاریخ افغانستان مطالعه کردم، گفتم مجاهدین بدون فیر کامیاب میشن. بالاخره تاریخ کشورهای مختلف دیدم، تاریخ ایران دیدم، یک تصاعد تاق جور شده، مثلا 1 3 بعد از 5 بعد از 5 7 است. 1357 است که ما از این فرمولا میتونیم که 22 بهمن استخراج کنیم و بالاخره و غیره تاریخ را. حالا فعلا عملی که از زیاد مقدمه تیر میشیم، ما تاریخ امریکا را مطالعه کردم در یک مدل. این مدل از جورج واشنگتن شروع تا جورج بوش ختم میشه، یعنی از جورج اول تا جورج آخر در سفید پوستا که ما میبینیم در هر قطار از این 7 است. چه وقت پاچا شده، چه وقت پاچاییش از بین رفته، به اصطلاح پاچا بگیم، یا چه وقت پرزیدنت شده. از 1789 تا 2009 42 رئیس جمهور سفید پوست تیر شده، اما میگن نه 43 رئیس جمهور تیر شده. این میره ثابت ساختم که نه 42 اوباما 43 رئیس جمهور است. این مدل کارم است تمام قضا. این را به خاطر که انکشاف کرده باشم بر صفحه از یک رئیس جمهور کار کرده باشم، بالاخره ایره ما در اینجا کار کردم. کشور را تحت مطالعه قرار دادم، حتی به طور مثال بیرق از را تحت مطالعه قرار دادم. بیرق از را تحت مطالعه قرار دادم که بیرق از چرا 7 خط سرخ داره، چرا 6 خط سفید داره. 7 خط سفید بود، 6 خط سرخ، ولی برعکس 7 خط سرخ شده 1 2 3 4 5 6 7 و 6 تا سفید. سابق بس صلح می اندیشیدن، بالا ذکر تعداد سرخ زیاد کردن به جنگ. این مطالب فلسفیش است. این ستارهش است که 50 ستاره داره که 3 مربع جمع 4 مربع مساوی به 5 مربع. این فرمولایش است که شما زوم کنین سر فرمولا، بسیار جالب است که اگر ما را جمع ضرب کنیم بالاخره استخراج کنیم وقت در بر میگیره. 13 به خاطر است که بین 1776 4 جولای 1776 این کشور استقلال خود میگیره از انگلیس ها. جمع 13 سال یعنی 1789 قانون اساسیش باز میشه، جمعش میشه 13 ضربش میشه 42 و این وقت در بیرقش بوده که 42 رئیس جمهور سفید پوست میشه، 43 رئیس جمهور اوباماست که وارد مرحله نوین و تکاملی خود میشه امریکا. جالبتر گپ ما در کجاست؟ جالبتر گپ ما در اینجاست که ببینید که تاریخ تمام امریکا ثابت می‌سازن که اوباما 44مین رئیس جمهور است، بلکه 43مین رئیس جمهور ایالات متحده امریکاست. 4 طرف از ایران بگیرن گفت ببینن که با یک حرکت 6 رئیس جمهور تبدیل میشه. با یک حرکت 6 رئیس جمهور تبدیل میشه. ببینن نگوین که مثلا چالاکی دست است. چه ریاضی در تصاعد است. دکتر سومر بلانکو این اولین دفعه است که به تلویزیون یا به سناریو شما ما را داخل کردیم. تا ولی هیچ کسی را نگرفته برادر. تا فعلا هنوز هم یک مقدار تحقیقات ما در مورد باقی مانده است که چقدر مثلا در امریکا کودکستان است، چقدر مثلا در امریکا تولد میشه در فی ساعت، چقدر در امریکا مردم میمورد، چقدر در امریکا سیگرت میکشن، چقدر به مرض ایدز مبتلا میشن، چقدر امیال در امریکا مردم دوزی میکنن. تمام قضایای امریکا در داخل می سه بودی است که از نگاه ریاضی انتگرال سگانه میگن. ببینید که برادرها وانه به طور مثال اینجا بیرقش است، سمبولش است. من تو یک کمک دار بتونم که بتونم ما شما هم دیده بتونید. سعی کنید اینجا سمبولش است، بیرقش است، نقشهش است و عنوان هم کنگرس و قصرش است. در اینجا نقطه بسیار مهمی است که اینجا به طور مثال چقدر مردکه زندگی کرده رئیس جمهور، چندمین رئیس جمهور است، مثلا 11مین رئیس جمهور است، پرزیدنت یو اس است، نامش چی است، از کدام سال تا کدام سال زندگی کرده، از کدام سال تا کدام سال این ریاست جمهوری کرده، چند دوره کرده. همین کلش به می کاراکتر است، یک کاراکتر عمومی گفتم. این حال به خاطر از اینکه ما خواسته باشیم که این را تغییر بدیم، ما یک تغییر میتیم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بیا قایم بگی سر.
الهی بده موتور تیر کن چوکی ماست پسر پلاس کو دکتر سه ماسوی که دکنه دی ای x یعنی یک کوردینات سه کوردینات است x y z x ای y تکون با حرکت y کرسو بسر قایمی که بچق بگیم تو بچق چینش ازیر کن تو نبره برس y یک لحظه دو کرسو من کار خود میکنم کار خود هر وقت کارم میان دیدی که ای y y یعنی x y z یک دو سه حرکت داره در اینجا چرا جهان ما سه بود است سه حرکت میکنه خیلی بین دکتر سه ای زید x y زید این حال زیدش هم سعی کنین یعنی ای بعدتر مثالی قسم میبانم میشه که باز در زیر میره این در زیر باز پان میشه این هم اصلا در زمینش هسته ببین این در زمین میه پس سعی کنین باز چی نتیجه میگیریم باز نتیجه خود اعلان میکنیم دکتر اینجا قایم بگی اینجا که باید پالیش جدا میکنم خب یک دو دانشه بگیرم خیلی ببینید دکتر خواهیم مثلا این صلیب مهنه ببینید هاستاس رو ببینید آخر صلیب از بین میره باز میبینیم میراب منبر جور میشه ازش یک تو میگیرم یعنی علوم اجتماعی را فرمولش کشف کردیم همین 42 رئیس جمهورش براتون میکشم اون دیمین استاد تو داخل شده میره ببینید 42 6 تا پیش سال میگرفت 6 دیگه 12 میشه اینی نامش ابراهیم است این اعداد از ارقام از بسیار سعی که 1861 رئیس جمهور میشه یک قرن بعد اوباما تولد میشه این تمام این در اینجا ما شما فرصت نداریم که سر هر مکعب از این صحبت کنیم نمره از این بعد ده ها لکچر کار داره ما فعلا هم برای عوام الله صحبت میکنیم برای عموم بیننده خود صحبت میکنیم شما باز از هر طرف که جمع کنین تعداد نفوسش مبرای باز ذرایبش از چیش مبرای مساحتش مبرای چقدر آب است چقدر کو داره چقدر زراعت داره چقدر باغ داره ای وای زایدش سعی کنین زایدش خود دکتر صاحب خیر ببینین تشکر دکتر صاحب زایدش میبینی که پاچای زمینشی در زمین باز میه